سلام، به دوره آموزش طراحی سایت با وردپرس خوش آمدید. من محمد مهدی حیدری هستم، مدرس این دوره. و خب در این جلسه میخوایم که یه مقدمی رو راجع به دوره‌ای که میخوایم برگزار کنیم رو بهتون بگم و معرفی کنم این دوره رو. و همچنین یه سری توضیحات ساده‌ای که باید در جلسه اول بدونید و مقدمه وردپرس میشه گفت، مقدمه طراحی سایت میشه گفت، رو بهتون کاملا توضیح بدم قراره چیکار کنیم و بدون معطلی بریم سراغ اسلاید اول که چطور میشود سایت ساخت. یه سوالیه که شاید توی ذهن خیلیا باشه، البته بیشتر توی ذهن کساییه که نیومدن سمت سایت ساختن، ولی خب میخوام که فقط یه اطلاعاتی تو ذهنتون جا بیفته که چطور میشه واقعا سایت ساخت. دو روش هستش سایت ساختن. دو روش: ساخت سایت با کدنویسی. توی این روش اون شخص میاد برای ساخت سایتش از CSS و HTML و جاوا اسکریپت استفاده میکنه. این سه تا یه زبان برنامه‌نویسی هستن که حالا HTML رو میگن زبان نشانه گذاری، ولی خب باید شما کدنویسی کنید برای ساخت همچین سایتی که زمان بره و همچنین تا حدودی هزینه هم میخواد. و اگر به دنبال یه سایت خیلی بزرگی هستی که بخوای بسازیش، یه تیمی هم میخوای که نسبتاً تیم بزرگی باید باشه. اما ساخت سایت بدون کدنویسی که روش دوم ما هستش. ببینید توی ساخت سایت بدون کدنویسی باز هم دو روش وجود داره. یکی استفاده از سایت سازهاست. ببینید استفاده از سایت سازها مثل چی؟ حالا من این اسلاید ها رو ببندم. مثل چیه استفاده از سایت سازها؟ اول اینکه من یه سایت ساز رو بهتون بگم. یه سری از سایت ها هستن که وقتی ما داخل گوگل سرچ میکنیم create سایت، مثلا ساخت سایت، اون سایت ها میبینید که گفتن ساخت سایت، مثلا اینجا گفته ساخت سایت با فلان شرکت، همچین چیزی. منظورشون اینه که شما یه سایتی میسازید وابسته به اون سایته. آره، میخوام تو عملی توضیح بدم که جریان چیه. پس من سرچ میکنم create site. اوکی، خیلی وبسایت ها اینجا هستن که اینجا مثلا گفته create a custom website. خب میان داخل این سایته یه سایتی میسازن، اما اون سایته وابسته هستش به اون شرکته. مثلا من میام وارد وبسایت وب فلو میشم و داخل این وبسایت که سایتی میسازم برای خودم. و خب سایتی که داخل اینجاها ساخته میشه وابسته است به اون شرکته، یعنی وابسته به خودتون کامل نیست، تحت اختیار خودتون کامل نیست، تحت اختیار این شرکت هستش، یعنی وابسته هستش به اون و فقط شما سایت رو اینجا میسازید و همینه و بابتش هم باید هزینه پرداخت کنید و اشتراک بدید. این مفهوم سایت سازه که زیاد مهم نیست که مفهومش رو کاملا در جا بگیرید و یا هر چیز دیگه. اما روش دومش استفاده از CMS هستش. حالا توضیح CMS رو در اسلاید بعدی بهتون میگم. اما خب شما بدون کدنویسی میاد یه سایتی برای خودتون میسازید، اما بدون هیچ وابستگی. یعنی مثلا تو روش اول که بود شما باید وابسته به یه شرکتی میشدید، نه، اینجا بدون هیچ وابستگی میتونید برای خودتون یه سایت کاملا رایگانی درست کنید. میریم ادامه اسلاید که توضیح بدم جریان چیه. اما CMS چیه واقعا؟ مخفف Content Management System، سیستم مدیریت محتوا یا CMS، که باهاش بدون کدنویسی میان یه سایت میسازن یا میان یه بلاگ میسازن، مدیریت میکنن اونجا رو. مثلا من میام یه بلاگی میسازم، یه سایتی میسازم و با استفاده از اون میام مدیریت میکنم اون بلاگم رو، میام روش کار میکنم، محتوا میذارم و هیچ شرکتی نیستم که بخوام همچین کار رو انجام بدم. آره اینطوریه، یعنی وابسته به هیچ شرکتی نیستید. البته اگر این توضیحاتی رو که من دارم میدم متوجه نشدید، خب در ادامه کار قطعا متوجه میشید، چون سر کارمون خیلی با این بحث ها هستش، مثل CMS، وردپرس و خیلی از چیزا.
معروفترین CMS هم وردپرس هستش که در ادامه باهاش آشنا میشه. وردپرس چیه واقعا؟ ببین اینجا من گفتم که یک سیستم مدیریت محتوای ساده است که ما میتونیم بدون دانش هیچ مثلا سختی که بدون دانش فنی که اینجا گفته یه سایت حرفه‌ای بسازیم. ببین خیلی راحت میتونی داخل وردپرس سایت بسازی، یعنی کار سختی نیستش و کار فشرده و پیچیده‌ای نیستش که بخوای داخل وردپرس سایتی بسازی. خیلی راحت تر از اون چیزی که دارید فکر میکنید. و جالبتر از این که 40% از سایت های دنیا از وردپرس استفاده میکنه. خب تو فکرش کن 40% یا 40% از این وبسایت هایی که داخل دنیا هستن از وردپرس استفاده میکنن، یعنی روش بدون کد نویسی، که این خیلی جالبه که میریم ادامهش رو بهتون کامل توضیح میدم. بهترین های وردپرس. اینجا مزایایی از وردپرس رو بهتون گفتم که وردپرس چه مزایایی داره، چه خوبیایی داره که میتونی ازش استفاده کنید. یکی از مزایایی که وردپرس داره اینه که یادگیریش خیلی راحته، یعنی شما خیلی سریع یاد میگیری، خیلی راحت باهاش کار میکنی، یعنی هم یادگیریش راحته و هم کار کردن باهاش راحته. و خب بهترین CMS حال حاضر در جهانه و معروف ترینشونه و گفته متن باز و رایگان بودن وردپرس. ببین وردپرس که کاملا رایگانه، این هیچ متن باز بودنش یعنی این که ما میتونیم در صورتی که از وردپرس استفاده میکنیم بهش کد هم اضافه کنیم، یعنی هر کدی که خواستیم، یعنی یه شخصی برنامه نویسی هم بلده میتونه روی وردپرس کار کنه و کد اضافه کنه به وردپرس یا استخراج کنه چیزی از وردپرس. اینجوریه. اوکی. اینه قابلیت متن باز بودن وردپرس و چیزیه که سایت سازها هم ندارن همچین چیزی، یعنی همونطور که رفتیم داخل وبسایت وبفلو و گفتم که سایت سازها و بسته به شرکت هستن، شما نمیتونید که کد وارد این سایت خودت کنی. اینجوریه. و خب بازارکار خیلی خوبی داره، امنیت بالایی داره. خیلی از کاربرا میگن که وردپرس امنیت نداره. اینطور نیست. وردپرس هر آپدیتی رو که میده، آپدیتاش هم خیلی منظمه، یعنی تقریبا فکر کنم هر چند دفعه که آپدیت میده یه بهبودی داره از لحاظ امنیت یا یه ارتقایی داده از لحاظ امنیت، یعنی خیلی رو بحث امنیت کار داره میکنه وردپرس که واقعا پیگیر امنیت سایت های وردپرسی هستش. اما سایت های معروفی که با وردپرس ساخته شدن، همونطور که من توی اسلاید قبلی گفتم 40% از وبسایت های دنیا با وردپرس ساخته شده. حالا تو این 40% یه سری سایت های معروفی هستن که الان میخوام بهتون بگم. سایت های بین المللی و ایرانی هستن که از نوع بین المللیشون سایت کاغذ سفیده، از نوع ایرانی بلاگ دیجیکال است، سایت استارباکس، بلاگ مایکروسافت، سایت انگری بردز. اون بازی بود، آره انگری بردز بازی یه پرنده‌ای بود، نمیدونم چه چیزی بود. خب اینطوری هست که یه سری از سایت معروف دیگه هم هستن که من نگفتم. برای اینکه تشخیص بدیم یه وبسایت وردپرسیه، مثلا من الان وارد دیجیکالا مگ میشم. اگر من اینجا وارد شم، اوکی. خب اینجا ما گفتیم که این وبسایت یه وبسایت وردپرسی هستش دیگه، یعنی این بلاگ دیجیکالا یه بلاگ وردپرسی هستش. برای اینکه تشخیص بدیم این وردپرسی آیا واقعا یا نه، یک کلیک راست میکنیم، یه ویو پیج سورس رو میزنیم. اینجا توی کد اول اینکه من بگم مخفف وردپرس میشه WP. WP میشه مخفف وردپرس. هر سایتی رو که دیدید واژه WP هست اینجا، مثلا اینجا اگر چک کنید WP هستش. خب هر جا همچین واژه رو دیدید بدونید که اون وبسایت وردپرسی هستش. حالا اگر یه بار دیدید که هیچ، باز میتونید شک کنید که اون وردپرسی هست یا نیست. اما اگه چندین بار توی این وبسایت دیدید بدونید که اون وبسایت قطعا وردپرسیه و با وردپرس کار شده. همینطور اینجا میشه فهمید که واقعا این قطعی از وردپرس داره استفاده میکنه، چرا که نوشته یوز و پریمیوم پلاگین. ببینید یه پلاگین هستش، یه افزونه هستش. البته که من راجع به افزونه ها بهتون میگم، اما اینکه
وردپرس یه قابلیتی داره که به نام افزونه ها. اون افزونه ها بهت کمک میکنن که یه سایت فروشگاهی بسازی، یه صفحه ساز داشته باشی، سئو کنی وبسایتت رو. این افزونه ها هستن، قابلیت به اون وبسایت اضافه میکنن. اما خب یه جلسه مختص راجع به این موضوع داریم. و یه افزونه هستش روی وردپرس به نام یو سئو که خیلی معروف هم هستش. این افزونه برای سئو کردن وبسایت هست. وقتی که بلاگ دیجیگال از این افزونه استفاده میکنه، یعنی دیگه قطعا مطمئن باشید که این بلاگ وردپرسیه. آره، این از اینجا. یه چیزی دیگه که خیلی ها دنبالشن، چطور از طریق وردپرس کسب درآمد کنیم، چطور از طریق سایت البته کسب درآمد کنیم. ببین روش‌ها که زیاده، مثل طراحی سایت برای دیگران. مثلا یه شخصی میاد ازمون میخواد که یه سایت براش بسازیم، به صورت فریلنسری بهش میگن. فروش محصولات دیجیتاله، مثل فایل های گرافیکی یا هر چیزی. تبلیغات و همکاری در فروش، میتونی تبلیغ کنی داخل اون سایتت. اما یه چیز دیگه هم هستش، میتونید آموزش بدی روی اون سایت. یا شما فرض کن یه مغازه‌ای داری، مثلا موبایل فروشی، میتونی یه سایتی بزنی اینجا موبایلات رو بفروشی. اینطوریه. و خب میتونی برای دیگران کار کنی یا عضو یک شرکتی بشی. به این شکل در کل کسب درآمد از وردپرس. اما کسب درآمد از وردپرس فکر کنم یه دوره جداگونه میخواد. چرا که شما باید اول بیاید سراغ یه بازاریابی کنید برای کسب درآمد کردن. بیاید خودتون رو تبلیغ کنید، مهارت خودتون رو ارتقا بدید. این روش فقط برای این موضوع هستش، برای طراحی سایت برای دیگران. تا دیگران میگن به شما اعتماد کنن که شما یه سایت خیلی خوب براشون میسازید، بیاید یه سری نمونه کار برای خودتون بسازید و اونجا به اشتراک بذارید تا کارفرماها ببینید. اوکی، حالا راجع به این بحث سعی میکنم یه ویدیو جداگونه درست کنم که کامل درک کنید و اینکه چطور بفهمید یه درآمدی کسب کنید حداقل از وردپرس. و اینکه بحث بعدی، چه سایت هایی واقعا میشه با وردپرس ساخت. ببینید تقریبا 95% از وبسایت های دنیا رو میشه با وردپرس ساخت. ببخشید من اشتباه گفتم. تقریبا 95% از هر نوع وبسایتی رو که میخوای میشه ساخت، مثل فروشگاهی، آموزشی، خدماتی، شرکتی، خبری یا هر نوع دیگه. خب یه سری از وبسایت هم نمیشه گفت که با وردپرس میشه ساخت که نه. خب مثل سایت های مدرسه‌ای نمیشه یا سخته با وردپرس ساختن اون وبسایت. اوکی، یعنی تا حدودی میشه گفت که ساخت با وردپرس، اما سخته. یه ذره کار پیچیده‌ایه، با یه موقعی کد اضافه کنی، این شکلیه مثلا. ولی خب میخوای یه نمونه های سایت معروفی بسازیم، سایت های فروشگاهی، سایت های آموزشی، سایت های خدماتی که خیلی بلدن رو میتونی بسازی. یعنی اکثرا دنبال همینن، سایت فروشگاهی یا آموزشی، خدماتی، شرکتی، خبری، رزومه‌ای یا هر نوع وبسایتی رو که خواستی میتونی بسازی. و خب همونطور که گفتم خیلی کار باهاش راحته، یعنی میتونی خیلی راحت باهاش کار کنی، وبسایتت رو بسازی به نحو خیلی خوشگل. و خب مثلا یه سایتی مثل دیجیگالا میتونی برای خودت بسازی، خیلی راحت میشه با وردپرس همچین نوع وبسایت هایی رو ساخت. یعنی اینطور نیست که نمیشه ساخت. اما باز من یه چیزی رو بگم، تفاوت سایت هایی که با کدنویسی ساخته میشن و تفاوت سایت هایی که بدون کدنویسی ما میگیم هم وردپرس، تفاوت سایت های وردپرسی با تفاوت سایت هایی که با برنامه نویسی ساخته میشن چیه؟ ببینید سایت هایی که با برنامه نویسی ساخته میشن کلا از بیس ساخته میشه، یعنی از همون اول کار ساخته میشه، یعنی شما میتونید هر کاری روش انجام بدید. اوکی، و خب این یکی از مزایای خیلی خوبشه. و یه معایبی هم که دارن اینه که زمان زیادی میبره برای ساخت اون وبسایت. خب و همچنین هزینه زیادی میخواد. و همچنین اگر شما بخواید مثلا که یه وبسایت بزرگی رو بسازید برای خودتون، یه وبسایت نسبتا بزرگ، یه تیم نیاز دارید و اون تیم نسبتا بزرگ باید باشه برای یه سایت های بدون با برنامه نویسی.
اما وردپرس شما باید میتونید خیلی آسون باش بسازید و اینکه وردپرس قابلیتی داره که از بیس نیستش، یعنی یه سری افراد اومدن از اول هر چی کاری رو انجام دادن. خب شما فقط میتونید سایت رو بسازید و روش انجام بدید. اینطوری یه ذره تفاوت دارن تو این کار و خیلی خیلی تفاوت‌های دیگری دارن وردپرس و برنامه‌نویسی. میام وردپرس رو بهتون کاملتر بگم. ببینید وارد وبسایت وردپرس که میشی اینجا گفته دانلود وردپرس. اوکی، اینجا وقتی که ما بزنیم یه فایلی برای ما میده که اون فایل رو ما اگر بذاریم داخل هاستمون، حالا اگر معنی هاست رو نمیدونید چیه، من توی جلسه بعدی بهتون میگم که چیه هاست واقعا و توضیحش میدم. و اینکه یه فایلی بهتون میده بذارید داخل هاستتون، میتونید اونجا وردپرس رو میتونید فعال کنید، نصبش کنید و این فایلی که داده میشه این حاصل کدنویسی یه سری از افراد هستش که اینجا گذاشته میشه. خب این شکلیه. پس وردپرس از بیس نیست، شما نمیتونی از بیس یه وبسایت وردپرس رو بسازی. البته که فقط گفتم بحث‌های کدنویسیش با این فایلی که داده میشه بحث‌های کدنویسیشه، یعنی از ابتدا همه کارا رو کردن که بعد ما بیایم اینجا راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم، طراحیش کنیم و خیلی کارهای دیگه. خب باز هم اگر در این دوره اگر در این جلسه چیزی نفهمیدید یا ابهامی داشتید میتونید برای سوالتون رو تو قسمت نظرات بپرسید ازمون. ولی خب من سعی کردم کامل توی جلسه اول هم چیزی رو توضیح بدم، اما یه سری از چیزها شاید نفهمید، کامل درک نکرده باشید، اما خب ما اینقدر باهاشون سر کار داریم که کاملا این موضوعات رو درک میکنیم. و به پایان جلسه اول رسیدیم. توی جلسه بعدی میریم سراغ بحث‌های دیگر، بحث‌های عملی مخصوصا. و خب توی جلسه اول دوم سومه که فقط ما میریم سراغ بحث‌های تئوری و یه سری توضیحات کلا یه سری توضیحات تئوری میدیم بهتون. خدا نگهدارتون.